من با این یا این یا مثلا این آقا کاری ندارم، چون اینها اصلا خودشون دوست دارن که زشت بشن. مشکل من با خانم‌های ایرانی و خاورمیانه‌ای هست که تصورشون در واقع انجام عملهای زیبایی یا تزریق ژل برای خوشگل شدنه. آخه من نمیدونم کدوم پوفیوسی به شما گفته اگر یه خانمی گونش اندازه شاخ گوزن گنده کنه یا لبشو شطوری کنه خوشگل میشه، یا ما مردها خوشمون میاد و جذب همچین زنایی میشیم؟ کی اونو بهتون گفته؟ میلیون ها خانم اصلا ظاهرا باورشون شده این. وجدانم ما مردها قیافای اینجوری رو که میبینیم تو جمع خودمون یا تنها اصلا میخندیم به این قیافا، مسخرهشون میکنیم. کی گفته آخه گونتو بری گوجه فرنگی بدی توش بکارن خوشگل میشی؟ معیار زیبایی برای مردها اصلا این نیست ها. باور کنید فضای مجازی یا تبلیغات یا هرچی فریب داده شما رو ها. لطفاً دیدگاهتون اصلاح کنید، اینجوری فقط زشت‌تر میشید و باعث میشید که ملت مورد تمسخر قرارتون بدن، وگرنه خود دانید.